واقعیت اینه که وجود من و شما یک وجود مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی، بیولوژیکی و الکترومغناطیس یا انرژی است. مایند، بادی، اسپریت، بدن، ذهن و روان. اجازه بدید اول راجع به بدن صحبت کنم. میدونید که با تمام پیشرفتایی که علم کرده، ما هنوز در مورد بدن انسان، اوناییتون که پزشک هستین میدونید، واقعا زیاد نمیدونیم. برای مثال ما شاید حدود فقط 30% از فعل و انفعالات یا فانکشن های مغز را بیشتر نمیدونیم. خود من که سالها نورال نتورک دیزاین درس میدادم، طراحی شبکه های مغز و اعصاب از طریق کامپیوتر، همیشه سر کلاس درسم حدود شاید 6 ساعت 7 ساعت اول نوار ویدیویی نشون میدادم که تمام سیستم مغز و اعصاب رو برای دانشجوهای دکترام نشون میداد و بعد هم چیکار میکردم؟ میومدم سر مسائل کامپیوتری و چطوری ما میتونیم این را به اصطلاح شبیه سازی یا بازسازی بکنیم بر اساس اونچه که میدونیم. حالا اگر یه روزی ما میدونستیم پی ببریم که دقیقاً این مغز انسان و سیستم‌های عصبی و غیره چطوری کار میکنه، ما میتونستیم از روی اینها بهترین کامپیوترهای دنیا رو که مولتی پرالل این باشه درست کنیم. ولی متاسفانه هنوز ما فانکشن ها یا فعل و انفعالات عملیات مغز رو به طور کامل نمیدونیم. میدونی که در تمام کتاب های آسمانی، تورات، انجیل، قرآن، کتاب های غیره، همیشه یاد شده که انسان جسمش را از خاک، آب و خاک، و بعد یه اتفاق عجیبی میفته که حضرت عشق از روح خودش هم در انسان میدمه. یعنی انسان تنها موجودی است در این هستی که یک قطره از خود حضرت عشق در وجودش هست. منتها متاسفانه انسان به این وجود خودش کاملا پی نبرده. ببینید شما ظاهر بدن انسان رو که نگاه میکنید، یه ظاهر و یه شکل و شمایل و یه چیزی میبینید، ولی اون باطن و در درونش چیز بسیار پیچیده ایه. من اگه بخوام برای مثال عرض کنم، ببینید امروز مثلا با اون پروژه ژنوم و اون پروژه‌ای که از تمام ژن‌های بدن دارن به اصطلاح نسخه برداری یا نسخه نویسی میکنن یا نقشه یا مپ ژنتیک بدن انسان رو تهیه میکنن. حالا شما اگر بیاید روی این دقت بکنید، این خیلی جالبه. ببینید مثلا همه ما میدونیم که این 4 تا ACGT، این اسیدهای آمینه، اینها تشکیل به اصطلاح ژن‌ها و کروموزوم‌ها و در نتیجه اون چه که من و شما به وجود اومدیم میشیم. ولی ببینید چقدر جالبه، یه ژن میدونه که در کجا باید تبدیل به ناخن بشه، میدونه کجا باید چشم بشه، کجا باید پوست بشه، کجا باید مو بشه و کجا باید استخوان بشه. و این مایکرو پروگرام بسیار بسیار عظیمی که حضرت عشق برای کل سیستم من و شما نوشته، میدونید که مثلا فرض کنید تو این چند میلیون AGCT کامبینیشن اگر یه دونه یا 2 تاش یا چند تاش اشتباه بشه، این مثلا سلول در اونجا میشه سرطان، بر اساس اون نقشه و اون مایکرو پروگرامی که حضرت عشق اون را طراحی کرد. یه تجربه خیلی جالب براتون میخوام بگم از مطالعاتی که با رادیو اکتیو آیزوتوپس انجام دادن. با هر نفسی که من و شما میکشیم 10 به قوه 22 تا مولکول از این هوا، از این یون وارد ریه من و شما میشه و از طریق خون من و شما به تمام سلول ها و ارگان های بدن من و شما میرسه و با هر نفسی که من و شما بیرون میدیم باز 10 به قوه 22 تا میاد بیرون. تخمین زدن با مطالعات رادیو اکتیو آیزوتوپس که در هر
4 یا 5 روز لایه داخلی معده شما در هر 4 یا 5 روز به طور کامل در سطح اتمی عوض میشه. هر 6 هفته جگر شما یا لیور، هر 1 ماه پوست شما، هر 3 ماه یه بار اسکله استخوان شما که از سخت‌ترین جنس هاست و هر سال حدود 98% از بدن من و شما در سطح اتمی به طور کامل بازسازی میشه. تخمین زدن که در بدن من و شما حدود 10 به قوه 15 اتم همین الان وجود داره که این در 3 هفته گذشته در بدن اکثر موجودات زنده عالم گشته و باز تخمین میزنن در بدن من و شما 1 میلیون اتم وجود داره که از بعد و شروع حیات در کره خاک در اکثر بدن موجودات زنده گشته و الان در بدن من و شما وجود داره. و اگر خدمتتون عرض کنم همین چند لحظاتی رو، نیم ساعتی رو که در خدمت شما عزیزان تالا بودم، مقداری از اتم‌های بدن شما جزو اتم بدن من شده و مقداری از اتم بدن من جزو اتم بدنهای شما شده. خدا رحمت کنه سعدی رو، میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی. یا این سلطان عشق، این عارف واصل و این عاشق بیقرار مولانا جلال الدین حدود 750 سال پیش همین نوسازی رو که امروز در قرن 21 علم بهش دست پیدا کرده، میگه هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا، عمر همچون جوی نو نو می رسد مستمری می نماید در جسد. هر نفس نو می شود دنیا و ما. با هر نفسی که من و شما می کشیم هم هستی هم وجود ما نو میشه، بی خبر از نو شدن اندر بقا. من و شما خبر نداریم در این حیات کانتینیوس یا مستمری که داریم نو میشیم. عمر همچون جوی نو نو میرسد. این حیات و هستی من و شما مثل جویاب. به گفته آقای هراکلیتوس میگه که شما در یک رودخانه، یا به زبان فارسی میگن هراکلیوس اگه اشتباه نکنم، میگه شما در یه رودخانه نمیتونید در یه نقطه 2 بار پاتون رو بذارید به همون آب. راستم میگه. شما اگر پاتون رو تو رودخانه گذاشتین در آوردین، در اثر جریان آب و حرکت مولکول‌های آب و حرکت قطرات آب، دفعه دوم که پاتون رو میذارین اون آب دیگه ایه. پس عمر همچون جوی نو نو میرسد مستمری می نماید در جسد. ولی با اینکه این حیات دائما در حال عوض شدن و نو شدنه، برای من و شما چیه؟ به صورت مستمر، به صورت ثابت.